سلام دوستان عزیز. درس شماره سوم. حروف بی صدا. دی کانسونانتن. حروفی هستند که بدون دخالت حروف صدادار تلفظ نمی شوند و شامل 21 حرف باقی مانده هستند. اول حرف ب. این حرف صدای ب زبان دری را می دهد مانند دی بانک. دوم حرف س. این حرف اگر قبل از حروف صدادار او، او، آ و نیز قبل از حروف بی صدا بیاید صدای کاف را می دهد و به همین سبب اغلباً حرف کا را به جای آن نوشته می کنند مانند das Café، der Clown. حرف س اگر قبل از حروف صدادار ا، اپسیلون، ای، ا بیاید صدای تت یعنی ت و سین را می دهد مانند بارسلونا. سوم حرف د. این حرف در اول کلمات و همچنان در وسط کلمات صدای دال زبان دری را می دهد مانند دی دامه، دی کلایدونگ. ولی این حرف در آخر کلمات صدای ت را می دهد مانند دی هند. چهارم حرف F. این حرف صدای ف زبان دری را می دهد مانند دی فاربه. پنجم حرف G. این حرف صدای گاف زبان دری را می دهد مانند در گاست. ششم حرف ها. این حرف در اول کلمات صدای ها را می دهد مانند هابن. ولی بعد از حروف صدادار بدون صدا می باشد و فقط باعث کشیده شدن حرف صدادار ما قبل خود می گردد مانند چین، در چان. هفتم حرف یوت. این حرف صدای یای زبان دری را می دهد مانند یا، دس یار. هشتم حرف کا. این حرف صدای کاف زبان دری را می دهد مانند در کیزه، کوخن. نهم حروف L M N P. همانند حروف معادل خودشان در زبان دری تلفظ می شوند مانند einladen، der Mann، der Name، der Platz. دهم حرف کو. این حرف همیشه قبل از حرف او ظاهر می شود و با هم صدای مرکب حروف کاف و واو زبان دری را می دهد مانند دی کوئله. یازدهم حرف اغ. تلفظ بین دو حرف غین و خ زبان دری را دارد مانند دس رادیو، همان رادیو اما با تلفظ رادیو. دوازدهم حرف اس. این حرف قبل از حروف صدادار آواز ز زبان دری را می دهد مانند زکس، زاگن. در باقی موارد صدای شبیه سین زبان دری را می دهد مانند ایست، مسکو. سیزدهم حرف ت. این حرف صدای ت زبان دری را می دهد مانند دی تانته. چهاردهم حرف فاو. این حرف در کلمات آلمانی صدای ف و در کلمات بیگانه صدای واو را می دهد مانند der Vormittag، das Verb. پانزدهم حرف و. این حرف صدای واو زبان دری را می دهد مانند das Winter. شانزدهم حرف X. این حرف صدای ترکیب دو حرف کاف و سین زبان دری را می دهد مانند الکساندر.
17 حرف اپسیلون. این حرف گاه با صدا و گاه بی صدا می باشد و اگر این حرف در آغاز کلمات بیاید بی صدا و در غیر این صورت صدادار است و صدای یای زبان دری را می دهد، مانند das Typhus، die Yacht. 18 حرف Z. این حرف صدای ترکیب دو حرف دری ت و سین را می دهد، مانند das Zimmer با تلفظ Zimmer.